این مکتب بچگان شهر سربند را با دستور شعبه معارف و مکتب لیتسه میبرند که آنجا پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان زمان شوروی تحصیل کرده است. آموزگاران لیتسه کسبی صنعتی و کیمیاوی شهر سربند یک اتاق درسی را به آثارخانه پرزیدنت تبدیل دادند. امامعلی رحمان سال 1971 همین تعلیمگاه را با اختصاص چلانگر ختم کرده است. سال 1996 و 2006 در اینجا تشریف آورده بودند. که هم کورسوش هم صنفشون هم کورسوش هم جمع کردن در مورد مراتب قطعی هم صحبت شدن و نمیسیم خونه جای جنوب اولیه. در این آثارخانه که از مزرعه زمین تا منبر سازمان ملل متحد نام گرفته است، سلسله عکس‌های پرزیدنت امامعلی رحمان از زمان تولید تا خدمت در صف ارتش شوروی و وکیل پارلمان و حالا پرزیدنتیش نصب گردیدند. 51 نامگوی کتاب‌هایی که از طرف جناب عالی در دوام فعالیت کاریش تهیه شده است، نشر شده است، نگاه داشته می‌شوند. همچنین در این آثارخانه فعالیت کاری او در شکل یک نشریات کلان نگاه داشته می‌شود که برای هر یک شخصی در اینجا اومده یک تعریف خوبی برای آموزش و فعالیت کاری جناب عالی میباشد. مقامات میگویند آموزش موفقیت یک شخص عادی برای نسل جوان اهمیت تربیوی دارد، اگرچه منتقدان باور دارند تکرار آن در جامعه تاجیک غیر امکان است. زندگی جناب عالی در اولای خود در اولای دهقان تولد یافته است. با فکر من که او با کارهای دهقانی هم خیلی شوق و رغبت زیاد داشته است که در عین مکتبیش با کارهای جمعیتی خیلی استوارانه سهمگزار بودند. روز پرزیدنت را بار اول در تاجیکستان جشن میگیرند. درباره ضرورت آن بحث ها وجود دارند و گفته می شود هدف از عید خاصه ارزگذاری شخصیت پرزیدنت و پیشوای ملت است. مقامات به این نظر است که این جشن فقط به امامعلی رحمان ربط نمیگیرد، بلکه این روز جشن همه پرزیدنت هاست. اکثریت باشند این روز را به پرزیدنت رحمان مربوط میدانند و تاثیر این تصورها را میتوان در نسل نو به خوبی احساس کرد. فخر از آن داریم که ما در دوام دوره استقلالیت زندگی میکنیم و این همه استقلالیت همه این آزادی را به ما پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به ما داده است. حیدر نظروف هم درس پرزیدنت نیز در این روزها سرکار و سرتردد است. برای باز هم مرغوب شدن قصه هایش به نقل جزئیات زندگی جوانیش میپردازد. ولی خیلیش هم نقل میکنه واقعا. بروک میپوشه نه پوچه بروک سیپال بود. بو خوخ ایو آخرلو ایدیا بچه ها پوچه خوخ بود بروک لزیب شده میبود. پوچه بروک سیپال بود. او میگوید بعدی به مسندهای بلند هم سزاوار گردیدنش رحمان بارها به اینجا آمده و از استادانش مراقبت کرده است. اما باید اکسیم داشته بوده، باید گوهی مصرف، باید مصرفیش خیست. چریم نصاب دوشونی جده. باید گوه شما ماده شپا زگه گوه در سوزی زدی، باید یه کارخونه، باید تونسته مصرف خواب. باید مردم بگو که نه تلخ شد را بزنم و یکی جرمون خلاص شد. گفت که هم زدگی شما فایده کرده من. انیسه در آزمون رسانه‌ای پرزیدنت از دیدگاه کودکان شرکت می‌ورزد که آن هم با تشبث مقامات می‌گذرد، ولی از چی باشد کشیدن این رسمی پرچم را در دایره موضوع سپارشی بهتر دانسته است. پرچم تاجیکستان سیلان کالتا تلتا دالوی اسکوفتا گولوی اختا. این آزمون بین کودکان باغچه‌های ختلان می‌گذرد. کودکان می‌باید تصویر شخصی را روی کاغذ بیارند که در تاریخ نوین تاجیکستان یکی از چهره‌های مشهور و عین زمان بحث برانگیز میباشد. افکار تازه این کودکان تاثیرپذیر است. همین است که بعد گرفتن سفارش به کاغذهای سفید خیره میشوند تا درک نمایند که کلانسالان از آنها چه میخواهند. با ایضاح مربی‌ها دیدگاه‌های نو در این مغزهای کوچک شکل میگیرند، اما با سرکشی کودکانه میخواهند آنچه را که میپسندند همان را روی کاغذ بیارند.